در فضایش آسودگی حکمران، در هوایش عطر بهاران، باغ‌هایش نشان از بستان، گلگشت‌هایش گردش‌جوی آدمان، گل‌هایش ساکن گلستان، کوچه باغ‌هایش با زیبایی فراوان، بناهایش بالا بلند، چون ساکنانش سربلند، چون اندام آنها زیبا، چون دیدشان معاصر، چون چهرهشان خوشتر، چون قلبشان آزاده، چون مأوایشان آراسته، جاده‌هایش مسطح، زیبایی ره به ره، پرماشین و کم ساکت، اما جالب برای هر بیننده، مساعد به هر راننده. با این همه زیبایی، خوشنمودی سیمایش هست سمایی. دوشنبه است این مکان، شهر امید و ارمان، پیوندساز تاجیکان، قلب تاجیکستان. دوشنبه را سیما خیلی زود گشت دگرگون. در هر گوشه بینای می‌گردد آباد. هر عمارت را ساخت خوش صفت و خوشتر. هر مکان صاحب باغ فراغتی. هر باغ بسا دلکش و دلربا. هر خیابان دارای گلگشت فریبا. هر گلگشت پر از گل‌های نظرآبا. هر بینا را فراهم جمله شرایط‌ها. هر کودک داراست مکان بازی را. هر مسافر نشسته در نقلیات معاصر. هر شاعر و هر بزرگ فرزند وطن را باغ است دلپسند سر کرده از استاد رودکی و فردوسی و نوایی تا احمد دانش و صدرالدین عینی. هر عید در این شهر رمز دارد، هر جشن شکوه و شادی. این همه را وقت نیست زیاد، تنها 5 سال. این رشد سرعت تیز را راهنماست شهردار جوان رستم امامعلی. رستمی که پهلوانانه همت بسته بهر آبادکاری، جسارتمندانه عزم کرده بهر نابودی ویرانی، خردمندانه تلاش کرده بهر بنیادکاری. این استواری عزم و کوشش و همیشگی برد دوشنبه را تا روی خط امن‌ترین شهرهای سیاره، گردانید آن را پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل. نقشه‌های سازنده حالا بیشمارند. هر سال گل می شکفد در دوشنبه شکوفان.